بشنو از نی چون حکایت میکند، معنی ظاهرش که روشن، اما یه خورده باطن‌ترش شما خودتون نی. اگر شما از اغراض شخصی خالی شدی، نگفتی من، گفتی حق، گفتی من ببینم حق چیه، شما نمیشی. نه یعنی من نیستم، خدا بزنید خدا در ما بدن، بسید یه سازی بشید که خداوند شما رو بنوازه. تو خودت مداخله نکن، ما نگوییم حق و ما نگوییم بد و میل به ناحق نکن. وقتی میل به ناحق نکردی خودت میشی نی و از وجود خود چون نی گشتم تهی، خالی میشه از خودم معلومه که چیه، اون که منافع من هست در مقابل حق، اونو بذار کنار، حق رو بگو دیگه. شما هر کی در مقابل شما حرف زد کافر اونه، شما حقی. ذالک بان الله هو الحق، الله همون حقه. وقتی حق گفتی در واقع هر کسی در مقابل شما ایستاد ناحق.